ما دیگه خوشحال بودیم که بیاید ان شاء الله طالبان بیایم و در افغانستان صلح سرتاسری بیاید و ان شاء الله ما در فضای آرام و صلح‌آمیز زندگی میکنیم و از طالبان خواهش دارم که می مکتب دخترها را باز کنه تا خواهرای و خواهران گرامی ما به مکتب برود و ما از ملل متحد و از کشورهای خارجی خواهش دارم تا امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه تا که افغانستان و صلح آرام داشته باشه. همدارنګه تاسو اوس د امارات اسلامي نظام تر چتر لاندې څنګه احساس د ژوند کوي؟ آیا د ژوند خطرات داسې شی خو به در سره مخ نه وي؟ ما این خاطره داریم در حکومت اشرف غنی بسیار چیز بود، در حکومت جمهوریت بسیار چیز بود، دزدی بود و وحشت دهشت بود. ولی خوشحال هستیم که این امارات اسلامی آمده و وطن ما آرام شده، همگی به یک لقمه آرام میخورم. همگی خوشحال هستن از امارات اسلامی. بسیار راضی هستیم از امارات اسلامی. تشکر میکنم. بخیر باشید.